Hey guys، من مهلا هستم و شما در لایو ما هستید. خیلی خوشحالم که دوباره دارم اینجا میبینمتون و از اینکه با من این حس خوبی دارم. برنامه‌م این نیست که بخوام اینجا باهاتون صحبت کنم، چون که هم دارم کور میشم این شکلی، همین که صدای موج و فلان و اینا. و خواستم اولش بیام بگم که خوشحالم که دوباره اینجاییم. بچه‌ها خوش گذشت، قبول دارین؟ واقعا خوش گذشت. من یکی که خیلی خوش نمیدونم چرا حالا که دقیقا اومدیم تو پارکینگ و نور بسیار کمه میخوام اینو بگم، ولی باید بگم خیلی خوش گذشت. یعنی از اون کارهایی بود که باز قبلش سو بودم، گفتم مثلا باشم خونه استراحت کنم و اینا، ولی خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. حالا بیشتر از اینش خوشم آمد که آب شور بود، بعد کلن آب نمک انرژی منفی رو خیلی میگیره و اصلا متوجه این موضوع شدم دقیقاً بعدش که چقدر انرژی منفیم رفت و یه ریفرشی شدم. خلاصه که خیلی خوشحالم و ممنون از این بچه‌های اینجا که باعث شدن امروز بیایم. انشاءالله که صدا رو نکنم. آره بابا، رو اینا موزیک میره، ترجیح هم اینه که صدامون نباشه توش. چسبید به دستم، نمیتونستم جداش کنم. هر ساعت اسما اومده دستم جداش. خب دستم داره میسوزه، من همچین دستش نیست میسوزه، بعدش میخندی. درمی احساس نمی‌کردی؟ یه ذره میسوخت ولی اونقدر حس با اینکه خیلی خستم ولی خسته به نظر نمیام. یعنی خستم ولی انرژی دارم، اینجوری فکر کنم جمله‌ام درست داره. و اینکه هنوزم تموم نشده، اینجوری نیست که الان برم خونه چیل کنم. یه مهمونی باید برم شب میخوام برم مهمونی و برم دوش بگیرم آماده شم و پیتزایی هم قراره درست کنیم. نمیدونم میخوایم ببریم پیتزا رو از اینجا، میخوایم درست کنیم ببریم. اوکی، بعد دیگه همین. یکم اگه بتونم چیل کنم خوب میشه. گل فروشه نبود، خودمون دست به کار شدیم و داریم یه کارایی میکنیم که دوست عزیزمون دقیقا خودش نمیدونه داره چی کار میکنه، اسم میکنم، ولی داره تلاششو میکنه که قابل قدردانی هست. انقدر گل درست کردم و جدی گرفتیم که میتونم استایلم نشونتون بدم. البته رفتم از همون اومدم بیرون، روغن زدم و همون اومدم بیرون. البته میزبانمون خیلی چیز نیست، یعنی دور نیست، نزدیکه بهمون، دوستیم با هم. خواهش میکنم از این عکس نگیرید اینجوری. گل از سال 1381، ریش ریشی حرفه‌ای.
ما دوتا هم کارگردان. چند بگیری سابسکریپشن. من به شخصه اینو تو چی فهمیدم؟ توی سیگار. خیلی ساده ای. من چند روزه دارم روی این کار میکنم که سیگار رو ترک کنم. الان امروز روز سومم، برای میشه روز 4. و تو این 3 روز وقتی مبارزه کردم با اینکه آقا تو قرار نیست سیگار بکشی، در طول روز 5-6 بار میری سیگار میکشی، فهمیدم خب مغزم دنبال خب باشه سیگار نکشم چه کار مثبتی میخوای انجام بدی که من آروم بگیرم، چه اچیومنتی تو طول روزت داری. و این انرژی رو بردم گذاشتم رو چیزای دیگه. یعنی فرض کن از جایش انقدر رفت پایین این قضیه واسه من از ظرف شستن متنفرم. من آخر هفته تو خونه فقط داشتم ظرف می‌شستم. فکر کنم مرضی خسته شدم از دست من دیگه. یعنی اینجوری بودم که رسیده بود به اون تایمی که اصولا میرم سیگار میکشم و اینجوری خب نه بس چیکار بکنم که کار مثبتی باشه، یه کار تو خونه انجام بدم. یعنی اون کار مثبته باعث میشه که دوپامین تزریق شه واسه. ولی یه جای دیگه و این هی گذشت تو این چند روز از ورزش کردنه که برسم به اون هدفی که اون تایم ورزش من داره، دوپامین رو از اون بگیرم. نه مثل هفته‌های پیش که میرفتم میدویدم که ریه‌ام بیشتر باشه که سیگار آخر شب اون روز خیلی بیشتر میچسبه چون ریه تمیزتر شده. تا مجبور میشی سوشالایز بکنی. چون وقتی که تو سیگار رو میکشی، وقتی دوپامین داری هر چیزی رو حالا میتونی بذاری توی قالب سیگار. وقتی توی دوپامین داری یعنی از اسکرولینگ بگیر تا چیزای دیگه. وقتی که مغزت نیاز داره اتفاقی بیفته میری اون کار رو انجام میدی. چرا؟ چون یه کار کوتاهیه، ریوارد سریع میگیری. اون کارهایی که تلاش خیلی کمتری میخوان ولی ریوارد بهت میده مغزت، میشه اون دوپامینای منفی که تو زندگیت داری. چرا؟ چون دیگه مغزت نیاز به دوپامین نداره که تو بری یه کار با معنیه که نیاز به صبر بلند مدت رو انجام بدی که دوپامین بهتری بگیری. تا یه حدی دوپامین واقعی تر میخواد. دوپامینه ولی تأثیرش رو زندگی چیه؟ اینه که من میتونم بایستم در طول روز 6-7 نخ سیگار بکشم، دیگه بقیه روز بر من مهم نیست. تنهام دارم بازی میکنم، غذا میخورم، غذا هیچ چی دیگه برام مهم نیست. وقتی اون از بین میره دوپامین میخواد مغزم دنبال این میگره که چیکار کنم. نشستم نوشت اصلا چرا بذار اینجوری بگم، باور دارم که یک روزی تور اروپا میذارم، تور آسیا میذارم، هر فاکین جای دیگه و ویدیو میگیرم، حرف میزنیم و خیلی چیزای اینجوری، ولی هیچی به اندازه این مکالمه های آخر شبیمون تو دستشویی به ما نمیده. اصلا نمیدونم چرا احساس میکنم خیلی کوزی تره. شاید الان حس خوب به شما نمیده ولی خب خواستم حس خودم رو بگم. الانم بعد این روز شلوغ و مهمونی و دریا و فلان و اینا یه دمنوش گلگات زبون خوردم. ببین اصلا اینجوری هم بعد تو ذهنم داره این پله میشه که لا لا لالایی گل مالا، این نمیدونم یادتون میاد یا نه، ولی این داره پلی میشه. مهتاب اومده بالا موقعی. بعد داشتم میگفتم که امروز خوبی بود، گلگات زبون خوردم. بعد خیلی امروز نشستیم پای حرف با هم دیگه، ولی قصدم این بود که ویدیو رو بگیرم و جا نزنم از سر اینکه روز آفمه بخوام ازش فرار کنم و اینا. و اصلا دوست داشتم اینکه من دارم کارامو میکنم، زندگیمو میکنم و هستیم واقعا. این خیلی حس خوبی بهم میداد واقعا. بعد یه چیزی امروز فهمیدم با بچه‌ها که رفته بودیم، نمیدونم شاید اصلا حسی نداشتم، ولی
این حس که یه سری آدم همراه منن واسم جالب بود، چون یعنی از اونها این حس رو میگرفتم که اونا انگار متوجه میشن که مردا با یه سری هست، مردا انگار تنها نیست، میدونی؟ و خیلی واسم جالب بود. نمیدونم تونستم دقیقا منظورم بهتون بگم یا نه، ولی این حسی که از بقیه میگرفتم که من با یه سری یا با یه تیمیم بهم مثل جالبی میداد. و اینکه خیلی کار خوبی کردم امروز رفتم دریا. اگه دسترسی داریم به دریا، چون من تو ایرانم دسترسی داشتم کاملا، شمال بودم و واقعا هر بار حالم رو خوب میکنه با اینکه میرم و یه وقت اینجوریم که نه کی میخواد بره اونجا روغن به مالون نمیدونم مثلا میدونیم دیگه وقتا دختره که سخت‌تر دوستانشون، ولی خیلی حالا و دریای این برم چون خیلی شوره اصلا میشورتت میبرتت، واقعا یه لایه ازت میبره و امیدوارم که بتونم هفته یه بار این کارو بکنم، مخصوصا دختران طور، چون با حال دیگه وایب دختران و اینا حال میده با از اساسان دافه خوشگل میبینی جلو تا نمیخوام سکسیستیش کنم، ولی خب میبینی همفازتن فلان و اینا با اینکه حالا خیلی با هم امروز صمیمی نبودیم، یعنی دوستایی نیستیم که خیلی وقت باشه همون میشناسیم، ولی این موضوع هم حتی جالبه که مثلا با کسایی که خیلی باهاشون صمیمی نیستی بشین هم صحبت بشی، بگین بخندین، چیزای مشترک پیدا کنین، اصلا این تعریف کنین، میدونی حس جالبیه. خلاصه که آره دیگه روز اینجوری بود. بعد واقعا بامزه شدم یا خودم اسم میکنم فقط بامزه شدم یا اصلا برعکسش نمیدونم. خلاصه با علامه سیر بشورم، صورت بشورم، اسپک بزنم، چیش کنم و برم بخوابم. دوستتون دارم. این رو هیچ وقت یادتون نره، خیلی زیاد.